با سلام و روز بخیر. دوستان عزیز، یه کار بسیار زیبا داریم که خیلیاتون اینا را به اسم برده‌گوری میشناسید. ما بهشون میگیم کارهای دخمه‌ای، به معنای کار داخل سنگه. تو استوری هم دو تا دیگه‌شو گرفتم، بالا تو دیواره. این تو دل سنگه، اون دو تا بالایی تو دیوار است. این قسمت ها نگاه کنید بچه‌ها، اینا درب دارن، یعنی این دهانه ساروج نیست، درب سنگی میزنن روش ساروج میزنن. اما ساروج، ببینید این ساروجه تا این قسمت ها ساروجه. اگر کمی دقت کنید میفهمید که اصلا متوجه فرقش با سنگ نمیشید. این دهنه باز بوده، بیشتر از این باز بوده، چون باید تابوت میرفت داخلش. بعد دهنه را میزون میکردن، درب سنگی میزدن و میبستنش. این تدفین پادشاهی نیست بچه‌ها، اینا مال افراد مهمه، اما پادشاهی نیست و اون تابوت و اشیایش هم فرق میکنه. خب حالا یه لحظه از داخلش هم بگیرم که ببینید. ببینید دوستان عزیز، این داخلش محل قرارگیری جنازه و اشیا. بچه‌ها این یه گنجینه بی‌نظیره یعنی در نوع خودش بی‌نظیره این کار. این جور جاها میشه هنر ایران باستان رو نشون داد. ببینید کار یعنی این کار در معنای واقعی و اونچه که توی ایران باستان ساخته می شده اینه. اگر به همچین کارا دقت کنید، یه سری گفته ها و حرف هایی که راجع به علم ایران باستان هست خود به خود از ذهنتون حذف میشه. ببینید به چه زیبایی درست شده و چقدر قشنگ با ساروج یه سری جاهاشو صاف کردن. خدا نگهدار.